ساده ولی سرعت بازم فضایی. تاپ اسپیدش ندیدم چنده، آخرین چیزی که دیدم 230 بود سرعتش، حالا شاید بیشتر باشه. سلام به همگی، چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به ویدیوی جدید. امروز اومدیم دوباره با یک ماشین جدید دیگه، یعنی ماشین چهارم از 127 ماشین نید فور اسپید که امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. عشق منید. بریم سر ویدیو. داداش اینم ماشین ما، ناکن خدایی ماشینو ببین. اینه ماشین ما که خیلی واقعا کلاسیک و یعنی کلاسیک 100 دیگه، کلاسیکیش فضایی. اینو قراره که ما امروز درستش کنیم. آقای NFS دیگه، آقای نید فور اسپید نمیگیم، یعنی دیگه خیلی زیاده آقای نید فور اسپید. آقای NFS، مستر NFS. آره آقای NFS به ما این ماشین رو تحویل دادن دیگه، گفتن که برو اینو درست کن. آره گفتن که برو اینو درست کن ببین چی میشه، چیکار میتونیم بکنیم فلان اینا. ما گفتیم باش، ما الان داریم اینو میبریم گاراژ ببینیم چیکار میتونیم با این بکنیم که درستش کنیم. این نمیخوام شلوغ کاری کنم مثلا برچسبینا بزنم، خب میخوام ساده ولی سرعت بازم فضایی. این ماشین رو دوره نکنیدش. یه چیز دیگه این که ما با آقای NFS صحبت کردیم و راضیش کردیم که چند روز در میون ما به ما ماشین تحویل بده، ما ماشین رو درست کنیم. فکر نکن. قضیه از این قراره که ما یعنی آقای NFS دوشنبه و چهارشنبه با ماشین تحویل میده. یعنی ما دوشنبه ماشین رو تحویل گرفتیم، تا چهارشنبه براش آماده میکنیم، بهش تحویل میدیم، بعد دوباره چهارشنبه یه ماشین دیگه بهمون میده. اینطوری. و اینکه غیر دوشنبه و چهارشنبه ها مثلا چیز داریم، ویدیوهای غیر نید فور اسپید هم داریم براتون میذاریم دیگه. عرضم به حضورتون اینم ماشینمون، بازم قشنگ عشق میخوام بکنید امروزا، قشنگ اشغال کنیم با هم. اینو ببریم توی گاراژ و برگردیم. از ماشین به محمد صافکار زنگ زدیم، گفتیم بیاد این صافکاریشو دوباره واسه ما انجام بده. این دفعه خیلی داری گرون میگیری محمد صافکار، چه خبره؟ نمیفهمم واقعا، اینقدر زیاد دیگه حساب نیست، بی‌انصافیه. خب ما الان اصل کاری اینه که بریم رنگا، رینگ و همینشو درست کنیم دیگه. رنگاشو زنگاشو ببریم، ببریم. خب آره دیگه، رنگ و این چیزاشو ببریم و رینگش هم درست کنیم، بیایم در خدمتتون باشیم. بریم سمت قسمت مورد علاقه من، موتور، پرفورمنس. YouTube this is motor performance. بریم انجین دیگه داداش، انجین درسته دیگه. 153 ببینید الان این 153 با هم برابرم، این 153 است، اینم 153 است. خب ببینید توی current horsepower اولیه زده 530 تا اضافه میکنه، اینجا 550 تا. خب
پوتنتیال هورس پاور 246 تا اضافه میکنه، اینجا 251. پس 100% این 153 رو میگیریم. خب میریم گویش میکنیم. بعد این 28 داریه که اسم میگه این 400 نمیشه. حسم آخه ناکن 400 نمیشه. 39. خب 39 رو باید بگیرم. 39 رو اضافه میکنم. نیتروژن هم که قطعا آخر. ایشونم ترمز بریک چرخ. اینم که درگ هم براتون توضیح دادم چیه تو ویدیو قبل، براتون گفتم درگ چیه. نیتروژن بزنی چه در حال سکون چه در حال حرکت ماشینت پرواز میکنه. این 21 این 20. پس طبیعتا معلومه چی باید بگیریم. کلاچ 10 تا میاره پایین ولی اشکال نداره. ما میخوام دیدی گفتم 400 نمیشه. دیدی گفتم حال کردین عشق کردین. ریپیر کیت ما میگیریم. Are you serious right now, bro? اوه خیلی دارم دلخک پیشم واقعا. دمیج ریداکشن این همچین چیز. اینجا قدرت ماشین 374. 400 نشد. ناامیدم کردیم. حساب باز کرده بودم واقعا. بریم کیت بدنه. آلچمیست. من نیت فور اسپید خود واسه اسپید هانتر. آره اسپید هانتر به نظرم خیلی بهتر بود. اینم باز اینو میگیریم خیلی بهتر است. اینی که گرفتیم دوره چون چیز اسپید هانتر رو میذاریم دوره که بهش بخوره. واو مای گودنس او مای گاد. چراغی که روشنه. بله این قشنگتره. اسپویلر واقعا نمیدونم چی بذارم همشون واو. و میریم اینجا ترانکی قطعا این 100%. بلاکش هم که طبق معمول من یه فکری دارم این که اینو میخواستم چرا چی بفهمیدم ولی باش. بعد این از این پلاک این منظرم بهتره. رنگش این بهتره. خب بریم سپر عقب. این خیلی قشنگه. البته با اینا فرقی نداره. داره فرقی اینا نمیدونم. سپر جلو رو درست بکنیم بعد میایم ببینیم اینجا اوکی میشه یا نه. اینم که آخر اگزوزش کاش اگزوز از بغل داشت. یعنی اگزوزش بغل میومد اون بغل. واسه همین خوبه دیگه. خب بریم واسه جلو ملو.
سقفش هم یس 100% سیاه میشه جان. او اگه اینو نذاریم این میشه، یعنی اینطوری میشه ماشین، چه خیلی قشنگ میشه. اون زشت میشه، همینو میذاریم زشت، همین خوب. شیشه که نیازی نیست، اینم کاپوتش، گریل، این بازم بحث کلاسیکه، زرد گریل هم که زدیم ایشون. حالا بحث اینجا میشه که او مای گاد دا این خیلی خوب شد. اینجا اینا میذاریم، نه کجا، عقب همین. چراغ جلو هم که درست کردیم. رینگ ماشین ببینیم چی بهش میاد. احساسا میگه این بهش میاد، یعنی این خیلی بهتر بهش میاد. نمیدونم چی گفتم ولی خب الان این قشنگ میشه. بقیه رو نگاه کنیم ببین، بقیه راستش زیاده نمیاد. میدونیم این که میبینم واقعا چیز مناسب نداره، این چیزی که میخوام نداره. بایستیم تا آخرش برم ببینم چی داره. خب به نظرم همونو بگیریم، یا میتونیم اینو بگیریم. این هم قشنگه، همینو میگیریم. همین رنگش این از این هم مشکی، داخلی مشکی باشه مثلا. گفت نه رنگی نمیخوام باشه، رنگی خیلی اصلا به این ماشین نمیاد رنگی واقعا، بس همون مشکیشو میذاریم. ما میتونیم مثلا مشکی تیره بذاریم. چی؟ مشکی تیره، رنگ جدید ساختم، مشکی تیره. درست مشکی تیره چی بود من گفتم؟ عجیبس. این چرخه بهش میذاریم. دیسک موتور، وای تو ویدیو قبلم گفتم دیسک موتور. این چیه دیسک موتور؟ چیه اصلا؟ من چی دارم میگم؟ ویدیو قبلم گفتم دیسک موتور، بعد دوباره غلطمو گرفتم، الان دوباره گفتم دیسک موتور. جوان ایرانی، مغز من روانی شدم واقعا. نمیدونم چه اتفاقی داره واسه میفته اصلا. چقدر این قشنگه، این خیلی قشنگه. اینو میذاریم ببینیم چطوری میشه. اگه بد شد میریم. نه خیلی بد. این آخریه. این توشه. خب همین سفیده خوبی. بعدش دیسک موتور و ایشون. نه این بری آقا. این هم ماشین، یعنی هنوز کامل نشده. میریم واسه رنگش.
راستش این دفعه برچسب نمیخوام اصلا بزنم، فقط میخوام رنگش کنم. همین رنگشو میخوام مشکی کنم. مشکی چی؟ مشکی کربن. کربن ما تو البته داره ولی این کربن قشنگتره. این کربن بهتره. کربن شیفت کربن، نه کلور شیفت کربن. برچسب یه دقیقه من یه چیزی رو چک کنم. این دفعه برچسب نمیخوام اصلا بزنم، فقط میخوام رنگش کنم. همین هم ببینم چطور میشه. فقط همین میخوام ببینم این الان مثلا ما اینو اینجا بذاریم چطور میشه، که بد میشه. بخوایم رنگش رو عوض کنیم، مثلا بکنیم زرد. من خوشم اومد خداییش، قشنگ دوست داشتم. خوبه اینو بذاریم یه همچین چیزی. حالا اوکیه واسه این ماشین قشنگه. زردش زرد اینجا، زرد درست. فقط یه چیز میمونه که تستش کنیم ببینیم که اون چیزی که من فکر میکنم میشه یا خیر یا خیر. شد نشد. البته میخواستم اون دوتایی رو بذارم ولی خب گفتم این سیاره بذاریم ببینیم چطوری میشه. بعد اینکه به پایین رسیده، نه کامل به پایین نرسیده بود. بعد اینجا رو ببینم، اینجا هم درسته رنگ زرد. خوبه به نظر من، از نظر من خوبه، خیلی قشنگ شد. خب میریم اینجا، باز دوباره میریم ته. خیلی دارم واسه تو خرج میکنم، پولام همش مسابقه میدم به دست میارم، وضعیت زندگی خرابه. شمال یه هفته میزنم. خودتون ببین دیگه، لایک ساب همین. Yes. من یه هفته میزنم. اینم از ماشین. No! Fuck! Shit! دیگه اینم که میبینید ماشینای قبلی مونه. خیلی یعنی ویدیوی قبلو از این ماشین خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. و افکت نیازه، یعنی یه دونه زرد نداره. این اصلا امکان نداره زرد نداشته باشه. بنفش داره، آبی داره، آبی کمرنگ داره، نمیدونم سبز داره، لیمویی داره، نارنجی داره، قرمز داره، صورتی هم داره، حتی زرد نداره. عالیه. آقای NFS قوی همین میذاره میگه زرد، تنها زرد این داره. و این 100% این هم از این. الان من خاموش کنم اینقدر میره پا. خوب این از شد. اینم شد ماشین 4ممون از 127 ماشین. امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه. خودم که از این ماشینه خیلی خوشم اومد. اول بخوام بهتون بگم رنکینگ بازم من براتون درست کنم. ببینین اول اون بنفشه، اون پشت میبینین اون بنفشه
دوم اون آبیه وانتابیه، سوم ایشون و چهارمم اونی که پشت بی ام وی چیز میبینید، ماست وانتد میبینید، اون یکیه، اون قشنگ شد. این از ماشین بریم یه تسترایی وزش بگیریم، یه تسترایی وزش بگیریم و ببینیم که چطور شد این ماشین. پس همراه باشین تا تسترایی رو. بله دوستان، اینم از اینو بریم قشنگ شد، یعنی منظورم اینه که قشنگ شد و خیلی خوب شد. این سرعتش خوبه، توپ اسپیدش ندیدم چنده، توپ اسپیدش رو نمیدونم ولی اسم میکنم مثلا 220 رو شاید باشه، 220 مثلا بزنیم 230. آخ کنترل حال کردیم، جدی عشق کردیم کنترل ها. 200 من آخرین چیزی که دیدم 230 بود. حالا شاید بیشتر باش، من نمدادم. باغ پرتقال طرف رو کردیم، باغ جسد پرتقال. قشنگ شد. با بنازم آخه دریفت به این خوشگلی دیده بودیم نه خدایی بگیم دریفت از این خوشگلی در دیده بودیم 100% دیدیم، ولی خب واسه روحیه خوب شدن من بگیم نه بگیم خیلی دریفت داره قشنگه. ماشینی میذاریم تو سایه، هوا گرمه، نه به اندازه گرمه ایران، ولی اینم شد از ویدیوی امروز. این ماشین به این قشنگی مثل بتموبیل شده، ولی نه شایدم شده. خب و اینکه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه حال کردین کامنت بذارین، لایک کنین، سابم بکنین، زنگوله رو هم بزنین، روشن کنین که هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده که بطسام براتون ویدیو گذاشته و بیاین ببینید و عشق کنید. و دوستتون دارم. خداحافظ.